ما خودم نه پشتونم، نه تاجیکم، نه هزاریم، نه ازبکم، نه بالاخره از قوم که اولاد خواجه انصار قوم عرب، اما از تمام اقوامی که علما هستند. من الان از قوم ازبک استاز دارم، چندین مرتبه دستای رو بوسیدم. از قوم پشتون استاز دارم، چندین مرتبه دستای رو بوسیدم. از قوم تاجیک استاز دارم، چندین مرتبه دستای رو بوسیدم. از عرب استاز دارم، دستای رو بوسیدم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما کسیه که تقوا داره، نه افغان و نه ترک و نه تتاریم، چمنزاریم، از یک شاخساریم، تمیز و رنگ و بو بر ما حرام است. حرام. اگر در مناطق پشتونشین حکومت اسلامی یک والی ازبکی یا یک والی تاجیک روان میکنه، برادران پشتون باید به خاطر السمع و الطاعه باید بپذیرن، باید قبول کنن. اگر والی پشتونی میره در منطقه فارسی زبانها والی میشه، چون حکومت اسلامی همان رو تعیین کرده، السمع و الطاعه. به این عزیزان و بزرگواران، یکی از راههایی که رعب و وحشت در قلب دشمن ایجاد میکنه وحدت ما است. حکومت اسلامی باید به این مسئله جدی باید توجه داشته باشه. این سرزمین رو که پارچه پارچه کرد قومگرایی بود. این سرزمین رو تکه تکه کرد مسائل نژادی بود. این سرزمین رو که به خاک و خون کشید مسئله لسانی بود. اینها در حق لتعارفو باشه، در حق لتعارفو. چند مرتبه مثال یاد کردم. لتعارفو چی معنا؟ یک برادر اسمش عبدالخالقه، مثلا عبدالله جای نشسته یعنی کسی میای پرسان میکنه که عبدالله هست، برادرها متوجه نمیشن کدام عبدالله. میگه عبدالله پشتون، فورا او رو میشناسن. عبدالله ازبک، عبدالله هزاره، عبدالله تاجیک. این پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره و عرب و عجم و اینها لتعارفو، به خاطر که هم دیگر رو بشناسیم. دیگه بیشتر فخری نیست، افتخاری نیست، افتخار بر تقوا هست عزیزان و بزرگواران. پس این آیه مبارکه این پیام داره. حکومت اسلامی باید رعب و وحشت در دل دشمن ایجاد کنه. یکی از راههای رعب و وحشت که در قلب دشمن ایجاد میشه وحدت این ملت هست، انسجام این ملت هست. ترهبون به عدو الله و عدوکم.